خب سلام و درود همراهان عزیز. همونطور که قول داده بودم امروز میخوام یک انیمیشن بسیار زیبا رو که همراه یک ساخت قوی هست به شما معرفی کنم. اسم این انیمیشن هست اینساید اوت که ساخته دو تا کمپانی معروف دیزنی و پیکسار هست. در واقع این انیمیشن قسمت اولش در 2015 ساخته شد و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت و نسبتاً با یک فاصله تقریباً طولانی در 2024 قسمت دوم انیمیشن ساخته شد. در واقع جلوه‌های ویژه بسیار زیبایی داره و بسیار جذابه. این انیمیشن به شکل بسیار دیدنی به احساسات مختلف نوجوانان توجه میکنه و مخصوصاً در سن بلوغ. میدونید که نوجوانان در سن بلوغ دارای احساسات بیشتر فعالی هستند و هیجاناتشون بسیار بیشتر خودش رو نشون میده. این انیمیشن به زیبایی نشون میده که چگونه هیجانات هر کدومش به مقدار خاص و کنترل شده‌ای برای فرزندان ما لازم هست و اگر اونا نباشن ممکن مشکلاتی در زندگی اون نوجوان در واقع اتفاق بیفته. خیلی خوب به تصویر کشیده شده که مثلا در کنار احساس شادی، احساساتی مثل غم، اضطراب، ترس، حتی گاهی ناامیدی هم برای زندگی یک نوجوان لازم هست. این احساسات میتونه از اون مراقبت کنه. یه مقداری از اضطراب، یه مقداری از غم میتونه رفتارهای هیجانی کودک رو کنترل کنه و اونو از آسیب‌های دور کنه و میتونیم بگیم که ما تا الان همیشه شاید فکر میکردیم که همیشه باید فرزندانمون شاد باشن و اگر یه وقت خودشون میرن، یه وقت فکر و خیال میکنن، یه وقت مضطرب هستن، ما نگران میشیم. اما این انیمیشن خیلی خوب این رو نشون میده که چطور این احساسات البته باز تأکید میکنم به قدر کنترل شده و به قدر متعادلش میتونه اونها رو محافظت کنه ازشون و همه خانواده ها لازمه که بدونن این موضوع رو و به نوجوانانشون توصیه کنن که این انیمیشن رو ببینن. حتی به نظر من با همراه والدین که درک متقابلی رو از فرزندانشون خواهند داشت. نکته کلیدی که تو این انیمیشن هست میزان اون احساساته. در قسمت دوم به خوبی نشون داده میشه که اضطراب مقدار کمی یا یه حدی از اضطراب متعادل میتونه سبب نجات از یک سردرگمی یا رفتارهای خیلی هیجانی دردسرساز جلوگیری کنه. یعنی گاهی وقتا نوجوانان ما بهشون میگیم که مثلا کله شق میشن، متوجه نمیشن که چیکار دارن میکنن، ولی یک کمی اضطراب و یک کمی از ترس میتونه اونا رو به راه خودشون و به راه درست تری در واقع برگردونه. حفظ تعادل خیلی خیلی تو این موضوع مهم هست و این رو چندین بار و در قسمت‌های مختلف این انیمیشن نشون میده و میگه که چگونه ما میتونیم هیجانات خودمون رو کنترل کنیم و چگونه از همه این هیجانات بهره ببریم برای که در یک مسیر خوب و یک رشد درست قرار بگیریم. امیدوارم که خانواده‌های عزیز بتونن همراه کودکان و نوجوانانشون این انیمیشن زیبا رو ببینن و لذت ببرن و یک آگاهی قابل توجهی رو در واقع پیدا کنن.